با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز و گرامی. یه سفارشی ما داشتیم، مشتری میخواد اول ریموتش ایمن باشه، ریموت کد هاپینگ استفاده بکنه و یه دونه پارکینگ پایین داره، یعنی تو رمپ، یه دونه هم در بازویی وارد میشه و یه دونه در نفر رو و یه دونه چراغ پارکینگ که بخواد وقتی که ساکنین وارد پارکینگ میشن اگر تاریک بود یکی از دکمه‌های ریموت رو بزنن که چراغ پارکینگ، چند تا از چراغ ها روشن بشه. ما اومدیم از 4 رله هاپینگ بتا استفاده کردیم. این مدل UPS طرحش طرح فالکون هست، البته ظاهرا هم با فالکون خیلی فرقی نداره، مدارش هم با فالکون تقریبا یکی است. برای این کار باید اول ما حافظه دستگاه رو پاک بکنیم که ریموتای رو خود دستگاه هرچی ست بوده دیگه کار نکنه. برای پاک کردن حافظه دکمه بالا و پایین رو UPS رو میگیریم، البته با کابل موتور جدا باشه. 3 بار بوق میزنه یا 3 تا بوق ممتد میزنه تا حافظهش پاک بشه. بعد به خاطر اینکه بتونیم یکی از دکمه‌های ریموت کار بکنه، ما بتونیم یه دکمه تک کانال 4 کانالش بکنیم، باید خود مدار رو حالت 1 قرار بدیم. دکمه استاپ رو میگیریم، 888 میاد. فانکشن یکش برای تایم اتوماتیک هست که مثلا ما میتونیم بذاریمش رو 60 ثانیه. 60 ثانیه عدد 1 میشه، الان پایین عدد 1 میشه رو 60 ثانیه، خودش ذخیره میشه. بعد دوباره برای این که بکنیمش تک کانال 888 باید بیاد، استاپ رو میگیریم، 888 میاد. بعد فانکشن 1 2 3 4 5 6، فانکشن 6 رو 1 که باشه میشه تک کانال، خودش ذخیره میشه. بعد میام وارد یه تغییرات داخل مدار میدیم که بتونیم این کارا رو انجام بدیم، یعنی یکی از دکمه های ریموت 4 رله هاپینگمون کرکره رو راه بندازه. ما اومدیم یه دونه کلید وایرلس رو استفاده کردیم، هم از برق باتریش گرفتیم سیم آوردیم بیرون، هم از یکی از کلیدها سیم آوردیم بیرون که این دوتا سیم زردی که اومده بیرون این از کلید این ریموت وایرلس هست. 2 تا سیم مثبت و منفی داره که برای باتریش هست. ما از داخل خود کلید وایرلس سیم وصل کردیم به جای باتری، آوردیم بیرون و به باتری دادیم.